دوستان گرامی گزارشمون رو از ورزشگاه مرکزی نوحه رودکی ادامه بدیم و امروز دوستان گرامی طور ببینید بازی نهایت جالب و بازی خیلی زیبای دو دسته بهترین در موسم این سال دسته های خوجند و کوکتوش نوحه رودکی. کوکتوش با پیراهن‌های سرخ در میدان است و فوتبال بازی دسته مهمان خوجند با پیراهن‌های آبی یا خود کبود. حالا چقلف توپ رو به بازی می‌دارد. حساب 1-2 است به نفع مهمانان به نفع دسته خوجند و حالا ببینید که هجومی فوتبالزون این دسته علاقه در اینجا قطع گردید. بازی در قسم اول خیلی جالب و شوق‌آور هم بود. بیاید پیش از اون که درباره قسم اولی وخوری با شما حرف زده باشیم باید دسته ها شناس بشیم. مهمانان دسته خوجند نوروز رستموف برای این تو مبارزه میبرد و اینجا خطا قاعده بازی رو ویران میکند بازیگری دسته خوجند حسن رستموف و بیاید باید دسته ها شناس بشیم. دسته خوجند در بازی امروزه با چنین حالت به میدان آمده است. دروازه‌بان الکسی ماتروسوف رقم 88، منوچهر احمدوف 22، دلیرجان توختاسونوف رقم 24، خورشید بکنظروف رقم 19، فردوس شقلوف رقم 5، 27 بختیار چوریف مؤلف گل اولین محض او در دقیقه ششم از ضربه جریموی خیلی عالی با یک ضربه نهایت خوب توپ رو با تور زیر دروازه زد و حساب رو باز کرد. رقم 6 عبدالصمد حاجیبایف، رقم 12 حسن رستموف، رقم 21 حکمت الله رسولوف، رقم 11 فرهاد طاهروف و رقم 62 جهانگیر ارگاشف مؤلف گل دوم دسته خوجند در بازی امروز است که در دقیقه 32 به ثمر آورده شد. حالا فوتبالزون دسته کوکتوش به پیش می روند. خوب درباره حجی احتیاطی دسته ها به شما چند نمیگوییم زیرا در قسم اول به شما معرفی کردیم و در صورت تعویض و یا عوض شوی با آنها شناس خواهیم شد. حالا محمد علی صادقوف به خفات رو برمیگردند با نظرف یک پرتو دیگر به نادربیگ است. اینجا توپ همونو در نزد پای اوکران و این نوبت توپ رو از دست میدهند. سرمربی دسته نومان یوسفوف و مربی کلانی دسته شهرت عمروف. هیچ دسته کوکتوش صاحبان میدان چنین است. باری اول در دروازه مرادالله سعیدوف بازی دارد. بازیگر رقم 30 رقم 17 کاپیتان امروز احتم خلبایف است. حالا هجوم این دسته نادربیگ از دور ضربه میزند، ضربهش خطا. رقم 7 عادل بابانظرف، رقم 4 ارتور پرینس، رقم 18 سیراجدین گلمرادوف، رقم 99 عبدالرسول رحمانوف، رقم 19 لگیونر دیگری گانگی ایدان اوکران، رقم 6 محمد علی صادقوف، رقم 10 شاهنظر نظروف مؤلف یگانه توبی زده شده از جانب صاحبان میدان. حالا او با توپ و در اینجا قاعده بازی رو ویران میکند و حسن رستموف کمی هم باشد اینجا نظروف جراحت بر حسنش ممکن بود. از نگاه خطاکاری ها 6-5 است. 6 مرتبه خوجند قاعده بازی رو ویران کرده، 5 مرتبه فوتبالزون دسته کوکتوش و حالا این ضربه زده می شود با زمان بازیگری رقمی بسیار عالی و گلی عالی، بسیار عالی و گلی عالی. اینجا دوستان گرامی طرز میبینید یک خورشید بکنظروف مؤلف این گل گردید و پرتو باز از جانب محض بختیار چوریف خوب زده شد. خوب از تکرار خواهید دید که چگونه فوتبالزون دسته خوجند این حالت رو استفاده بردند. یعنی مهارت است که حالت های استانداردی رو با گل جمع بست بکنند. این چیز رو ما دیدیم و طرز گفتم خورشید بکنظروف این بازی هفتمش است. او هم 540 دقیقه در میدان بود، مؤلف یک گل هست و امروز گل دومش را به ثمر آورد. بازیگر خطی محافظت ولی در موردهای استانداردی عالی کار میکند.
حساب 3-1 است به نفع میمونان دسته خوجند و اکنون دبیوتانت بازیگری نوی دسته لیگ اولی چگونه بازی میکند. مخلصان هم دیگر خاموش شدند، هرچند اینجا گفتم به مورد است که ورزشگاه خیلی سر مخلص هم هست، ولی در بازی فوتبالبازان دسته خوجند یک آرامی احساس می شود، تجربه احساس می شود و آنها همین تجربه رو استفاده برند. محمد حسین صادقov ولی در خط حمایه خیلی دلیرجان توختاسونوف امروز مهارت خوب ظاهر میکند و محض همین دلیرجان بود که چند مرتبه دسته خوجند رو از حالتهای ناگوار هم رهانید. حالا محمد شریف ضربه کنجی میزند، این ضربه کنجی سیوم است در بازی امروز از جانب فوتبالبازان دسته کوکتوش و توپ از میدان بیرون می شود. درباره هیئت دسته کوکتوش آغاز کردیم، الحال با انجام نرسانیده ایم. خب هر نوع گفتیم شونازار نظروف گل جوابی رو زد، محمد شریفی سید خوجه هم امکانات های خوبی گلزنی داشت، زیر رقم 63 بازی میکند. نادربک ابراهیموف رقم 31 خیلی حالت های خیلی با گل نزدیک رو با وجود آورد اما با زدن گل موفق نشد. خوب سرمربی دست علی جان توردی نظروف است، همچنین علی توردی با کمک میرسوند. اینچنین گفتیم بوی محمد شمرودوف سرداری دسته است و پرزیدنت کلوب یا خود رئیس دسته محمد کول گولایف. آیسته آیسته دسته کوکتوش تجربه میگیرد. خوب به اون نگاه نکرده که حساب 3-1 است. بازی در میدان برتری بر جانب یگان دسته نیست، یعنی در بازی برابر فوتبالبازان دسته خوجند با اون تجربه با اون ملکه که دورند استفاده سه حالت رو با وجود آوردند و 3-1. خوب در صورت غلبه کردن دسته خوجند موقعش رو در صدر جدول نگاه می‌دارد. حالا در این باره گفتن خیلی بر وقت است و حالا با مشرف به پیش میتازد و باز همون بازیگری که مؤلف گل سیوم گردید اینجا خوشید بک نظر بود و دوباره میگه که ضربه کنجی باید زده شود. ضربه کنجی از نگاه ضربه کنجی 4-1 است. حالتهای استانداردی رو فوتبالبازان دسته کوکتوش کم استفاده میبرند. در این مورد باید مربیان این دسته کار کنند تا که مثل خوجند همه امکانات ها رو استفاده برند. حالا باز یک اوگ دیگر و یک اینجا تو با دست بازیگر برخورد، ولی دوبار چی میگه؟ دوبار نشون میدهد که باید با محافظتگری این دسته کمک رسانیده شود. من اینجا فکر میکنم که اینجا دلیرجان توختاسونوف است. فکر میکنم حالا یک بار دیگر خواهیم دید. بله در حقیقت دلیرجان توختاسونوف حالا در میدان غلیده است و فکر میکنم که او سلامت است و بازی رو ادامه میدهد. خب یا چند سخن درباره قسم اول هم گفته باشیم. در اینجا یک برخورد بود، برخورد پرنس ارتور با جهانگیر ارگاشف. در نتیجه هر دو این بازیگران از جانب داور امروزه، حالا داور رو به شما معرفی نکردم، داور امروزه نیکلاس اوماروف از باختر است، با اونها کارت زرد نشان داد، یعنی دو کارت زرد در قسم اولی بازی با دو بازیگر نشان داده شد. همچنین با او امروزه اکمل بوریف از ترسونزاده و کامل رحمانوف از جیهون کمک می‌رسانند. کمک داوران و داور احتیاطی عبدالرشید مرادوف است. ناظر داوران بهرام سعیداللهیف از باختر و کمیسر بازی سفر کریموف. حالا ضربه باز از جانب محمد شریف به اجرا میرسد، ضربه زده میشود و باز یک بار دیگر این نوبت بسیار هم محمد علی صادقov خوب این توپ رو گذرانید اما نشد که نشد. خوب ضربه کنجی خیلی شمارهشون زیاد میشود در حالی که باز یک حالت دیگر، باز یک ضربه نه کنجی نیست، اینجا توپ در میدان قرار دارد و محمد شریف رو زده از پای میافتند ولی خطا نیست، اینجا میگه دوور و توپ از میدان بیرون میشود. ما فرهاد طاهروف رو دیدیم. فرهاد طاهروف در بازی های امروزه امساله دسته خوجند حالا از نگاه اون که در میدان بازی میکند
فراد طاهرов این بازی دویومش است. بازی یکم در یک بازی 45 دقیقه بازی کرد است، همگی به میدان آمده بود و امروز از اولی بازی در میدان هست و بازیش رو ادامه میدهد. یعنی این دویم بازی هست که این فوتبال باز در میدان از نقطه نظر نومان یوسفوف سرمربی دسته خوجند به میدان آمده است. شاهنظر نظرов بابا نظرов توپ رو با پرینس با در اینجا ببینید خطایی در راه راست گلمراد سراجدین گلمرادو حالا باز توپ رو گرفتن فوتبال‌بازان دسته خوجند و باز با پیش میروند با مجرای ارگاشف. بسیار عالی از پرینس توپ رو میگیرد و ضربه کنجی. از نگاه ضربه کنجی داور چی میگه؟ داور میگه بله ضربه کنجی بود. این به یگان خطا شدن، به یگان خطا کاری از ارتور پرینس توپ رو جهانگیر عضو دسته منتخب تاجیکستان جهانگیر ارگاشف گرفت و ضربه کنجی داده می شود. کاپیتان دسته با آنجا می آید منوچهر احمدوف. بازیگران زیادی دسته خوجند در این نزدیکی ها هستند در نزد میدان دروازه. جهانگیر، فرهاد همه هستند. حسن رستموف و توپ با حسن نمیرسد و اون رو خیلی عالی برگردونن محافظه‌گرای دسته کوکتاش و الیخترش کاپیتان دسته احتم خلبایف و زود توپ رو با بازی می‌دارند. سراسیمه هستند فوتبال‌بازان دسته کوکتاش، اما با یک اصول پشت پای اینجا ببینید عبدالصمد حاجیبایف چگونه بازی کرد. پسش هم درست بود ولی باز یک خطای دیگر و باز جهانگیر و این بعد ضربهش کمی خطا رفت و قریب بود که باز شاهدی یک گل دیگر شویم. فوتبال‌بازان دسته کوکتاش حالا سراسیمه هستند و به خطاگی‌های زیاد را می‌دهند. محض خط محافظت این دسته. خب ما درباره بازی‌های دسته خوجند در قسم اول چیزی نگفتیم. اولین بازی سرگله که با اشتراک این دسته بود محض در واخوری با دسته کلوب مرکزی ورزش ارچی بود. خوجند با حساب 3-3 بازی را مساوی انجام داد. بعداً خوجند خطلان را با حساب 2-1 مغلوب نمود. سپس بارچی هم در میدانش با حساب 0-1 از خوجند شکست خورد. بازی بین دسته خوجند با ریگر 2-1 جنبه شدند و نهایت استقلال یک بازی رو با نفع خود انجام داد 1-0 و خوجند پنچه رو با حساب کلانی 4-0 با مواجهه شکست کرد. حالا فوتبال‌بازان دسته کوکتاش باز به خطاگیری دادن. باز یک گل دیگر برای جهانگیر ارگاشف با ارتور پرینس از او میگذرد. پرینس مجبور میشود که توپ رو از میدان بیرون کند. خب درباره نتیجه های بازی بین دسته های خوجند و دیگر دسته ها در ردیف بازی های لیگ عالی چمپیونات تاجیکستان شما دوستان گرامی شناس شدید و حالا باز یک هجومی دیگر و ما از عبدالصمد حاجیبایف پسی خوب بود و توپ از میدان بیرون رفته است و اینجا ما دیدیم حکمت الله رسولوف در یک مناقشه با بازیگری دسته کوکتاش محمد علی صادقوف میتوانست کارت زرد هم گیرد اما داور رحمخوری کرد. حالا حکمت الله رسولوف با دستش توپ رو به بازی می‌دارد. تو برمیگردد محمد شریف با محمد علی صادقوف و محمد علی توپ رو از دست میدهد و ما از همون عبدالصمد حاجیبایف توپ رو میگیرد اما توپ رو برمیگردونند کوکتاشی ها. حکمت‌الله رسولوف بار دیگر خویده بازی رو ویران میکند. خب بیاید درباره بازی‌های دسته کوکتاش هم گفته باشیم. در بازی اولش کوکتاش موسم رو با غلبه بر دسته پنچه رو آغاز کرد 1-2. در اون بازی پرینس ارتور و ایدان اوکران مؤلف گل‌های اولین دبیوتانت یا خود بازی دسته نوی لیگ عالی تاجیکستان شدند. بعداً کوکتاش با ریگر مساوی بازی کرد. محمد شریف سیدخواجه یک توپ رو وارد دروازه نمود. سپس وخوری پامیر با کوکتاش در شهر دوشنبه مساوی انجام شد 0-0 و خطلان با کوکتاش هم مساوی بازی کردن 1-1 و در بازی آخری خود برقچی از دسته کوکتاش در میدانش با حساب 2-3 با مغلوبیت دچار شد. اوکران از دور ضربه میزند خطا
дар он бозии Нодирбек Иброҳимов ҳоло дар зери рақами 31 бозӣ дорад. Сипас Абдурасул Раҳмонов ва Муҳаммадшарифи Саидхоҷа тӯбҳоро ворди дарвоза карданд. ин бозиҳои дастаи Коктош буданд дар мавсими имсола. Дар мавсими имсола бештар сармураббии ин даста ба кӣ боварӣ дорад? омор далолат мекунад ки Баҳовиддин Холиқов ки имрӯз дар дарвоза нест, дар 6 бозӣ карда буд ва имрӯз ӯро ба майдон наоварданд. Аҳтам Холбоев як бозӣ иваз шудааст, имрӯз дар вазифаи капитан аст. 5 бозӣ дар ихтиёраш буд. Принс Артур дар ҳамаи бозиҳо ширкат меварзад ва ягон дақиқа муаллифи як гол ҳам ҳаст ва ягон дақиқа масалан дар майдон набуд, ҳамаша дар майдон аст. ва баъдан Фахриддин Сафарзода бозии панҷумаш аст ва то ин вақт як автоголро ба номи худ сабт кардааст. рақами 18 ки дар майдон буд, ду-се хатои ӯро мо ҳам дидем ва инҷо боз зарбаи кунҷӣ аз ҳисоби зарбаҳои кунҷӣ Хуҷанд ҳам каме бартариашро бештар мекунад. ҳоло боз хатарнок хоҳад буд барои Бахтиёр Чорефе ки ин зарбаро ба иҷро мерасонад. бисёр моҳирона таҷрибааш бой аст. бубинед чӣ гуна бозигароро хуб меҷояд ва ин гол ҳисоб нашуд. боз Ҷаҳонгир Эргашев бо як ҷои хубро истиқбол гирифта буд, ҷои хубро интихоб карда буд ва маҳз тӯб ба ӯ фиристода шуд ва ин бозигарон якдигарро хеле хуб мефаҳманд. маҳз бубинед ҳам голи задаи бозингари дастаи Хуҷанд, маҳз ҳамон бозингаре ки нав голи севумро зад, чӣ гуна хуб истифода бурд вазъиятро. ва боз инҷо ҳамин Бахтиёр Чориф буд ки хуб тӯбҳоро ба ҳамдастаҳои худ мерасонад. Фарҳод Тоиров дар марказ бо Ҷаҳонгир бозӣ мекунад. Эргашев дар назди ду нафар аст, ба ӯ имконият намедиҳад бо Назаров ки ба пеш равад. аст имконияти партофта аст ва инҷо Фарҳод Тоиров ба тӯб нарасид. қариб буд ки боз як ҳолати хатарнок дар назди дарвозаи Коктош ба вуҷуд ояд. Абдурасул Раҳмонов, Ҳасан Рустамов ва боз ин навбат шояд яке аз хатоҳои нахустини Бахтиёр Чориф ҳамин буд ки беунвон тӯбро ирсол кард, вале ин тӯбро хуб дошта гирифтанд. Абдурасул Раҳмонов дар ҳамаи бозиҳо ширкат меварзад. муаллифи як гол аст, як корти зард дорад. Идан Окран ҳам ҳамин тавр аст, бозии ҳафтумаш аст. Идан Окран 3 корти зард дорад. муаллифи 2 гол ҳам ҳаст. Одил Бобоназаров ҳам бозии ҳафтумаш аст. як маротиба аз ба майдон ворид шудааст. корти зардаш 1 то аст. Шоҳназар Назаров ҳам бозии ҳафтумаш аст. як бор ӯро иваз карданд. Муҳаммадалӣ Содиқов 6 бозиаш аст. 2 маротиба ба майдон омадааст. аз курсии эҳтиётӣ дар маҷмӯъ 475 дақиқа дар майдон бозӣ кардааст. ҳоло Нодирбек ва тӯбро ворид дарвоза карданд Муҳаммадалӣ Содиқов ва инҷо чӣ гуна як ҳолати хатарнокро футболбозони дастаи Коктош истифода бурда наметавонанд. Нодирбек аст инҷо. Нодирбек имконияти 1-1-ро ба истифода бурда натавонист. дар навбати худ дар азди дастаи Коктош бозингар иваз карда мешавад. ҳоло зарбаи кунҷии навбатӣ аст. ҳоло бояд ин зарбаро мебинем. боз Муҳаммадшариф аст барои задани ин зарба кӯшиш мекунад. ҳоло маҳз ҳамин Нодирбеке ки ҳоло гол зада натавонист, ӯро иваз мекунад. Нодирбек аз майдон берун рафт. Нодирбек Иброҳимов ва ба ҷои ӯ Муҳиддин Одилов баромад. ин ҳам легионери ӯзбекистонии дастаи Коктош аст ва Матросов дар ҷои худ. ин гуна зарбаҳо барои Матросов он қадар хатарнок нестанд. дар ҳамин ҳолате ки ҳоло дӯстони гиромӣ мебинем, футболбозони дастаи Хуҷанд аллакай вақтро дуруст ба манфиати худ нигоҳ медоранд. яъне 3-1 аст. инҳо бар дастае ғолиб меоянд ки дар мавсими мисола бори аввал бозӣ мекунад, аммо дар
قطار بهترین ها جایگیر شده است. حسن رستموف، خطای حسن رستموف و ماتروسوف از دروازه بیرون میبرد و این توپ رو زده از نزدیک دروازه‌اش خیلی دور میکند. نادربek ابراهیموف دوستان گرامی این بازی پنجمش است. 3 مرتبه از کرسی احتیاطی به میدان اومده است. یک کارت زرد دارد و یک گل هم زده است. حالا باز به پیش میرن فوتبالین دسته صاحبان میدان. باز ضربه دیگری عبدالرسول رحمانوف دروازه‌بان در جایش است. خوب چون نادربek ابراهیم رو عوض کردند، او هم در 4 بازی در پنجمین بازی این دسته اشتراک کرد. او هم 3 مرتبه به میدان اومده بود. در عوض شوی 134 دقیقه بازی کرده است به بازی امروزه. اما اصیلبک محیدین عادلوف یک لگنر دیگری که به میدان اومد زیر شماره یا رقمی 11 پیشتر در 6 بازی اشتراک کرده بود. این بازی هفتمش او یک مرتبه به میدان اومده بود از کرسی احتیاطی و 2 مرتبه رو عوض کرده بودند. حالا باشد یک ضربه دیگری حسن رستموف از دور ضربه ها بسیار هم خطرناکند دستای خوجند. شاید بازی خوجند در از نظری گویم مربیانی دسته کوکتاش بیرون مونده بود که محض ببینید همون از دو حالت خیلی خوب عبدالرسول رحمانوف به میدان از دروازه وارد شد و محمد صادقوف توپ ستون دروازه برمیخورد و محمد شریف در اینجا ضربهش خطا است. در از دسته صاحبان میدان باز هم عوض کرده میشد. اگر دیده باشید نادربek یک به یک برآمد گل زدن توانست او رو از میدان عوض کردن. حالا باشد در اینجا عادل بابانظرف رو از میدان عوض کردن و تحت شماره 9 عزیزبek سلطانوف به میدان اومد. عزیزبek سلطانوف 6 بازی گذرانیده است و 6 مرتبه در قسم دوم به میدان اومده است. مؤلف گل نیست، همگی 101 دقیقه در میدان در این بازی‌هایی که من گفتم شرکت ورزیده است. اما بازیگری که رفت عادل بابانظرف این یکی از بازیگران باز این حالت را چگونه جهانگیر استفاده نمیبرد. عادل بابانظرف 7 بخوری گذرانید. دویم یک مرتبه از کرسی احتیاطی به میدان آمده است. 415 دقیقه تو این دم در میدان بود. حالا باز اینجا از بیش از یک قسم بازی کرد. این زم می شود در کارنامه‌اش حالا یگان گل ندارد. عموما گل ها از پرنس ارتور هستند. فخرالدین سفرزاده یک автогол دارد. عبدالرسول رحمانوف یک گل. ایدن اوکران 2 گل زده است. میراجی مظفرов یک گل دارد. او کارت سرخ گرفته بود و در بازی امروزه در حالت احتیاطی هم ما نام او رو نمیبینیم. ایدن اوکران مبارزه با تویروف خیلی خوب میگذرد، اما در اینجا پایده بازی ویران نشده است میگوید داور در مقابل فردوس چقالوف. ولی فردوس چقالوف با کمک طبی نیاز دارد. سلامت است، از جای خود برمیخیزد و فوتبالدان دسته حالا کوکتاش توپ رو به بازی میدارند. محمد علی صادقوف توپ رو از دست میدهد. در حقیقت چوریف رو با چوریف او خبر رسوند. از نگاه خطاکاری هم دیدیم برتری هنوز بر جانب دسته کوکتاش اینجا برابر شد. خطاهاشون تقریبا در این بازی امروزه برابر شد و حالا دلیرجان توختاسونوف توپ رو استوار در جوش میگذارد و بعد ضربه میزند.
امروز گفتن توپ از میدان بیرون نشده است. عبدالرسول رحمانوف توپ را گرفت و با سرعت بلند و پیش می رود. خیلی خوب، بسیار اینجا عالی است و زده بازیگری نو میدان آمدگی عزیزبک سلطانوف رو از پای زده می افزونند و دوباره میگه این خطای نوبتی دسته خوجند است که شماره 7 رو به بار آورد. عبدالرسول رحمانوف، محمد شریف، خوب بسیاری هستند اینجا بازیگرانی. از نگاه قد و قامت میبینم که برتری بر جانب فوتبالبازان دسته خوجند است. قد بازیگرانش خیلی بلند هم هست، هم در خط حمایه. و حالا باز بختیار چوریف امروز هم مؤلف یک گل است و هم مؤلف گل دیگر، یعنی دو لحظه نتیجه آور محض به همین رقم 27 دسته خوجند بستگی دارد و بختیار چوریف. حالا باز یک ضربه دیگر میزند. من فکر میکنم که در این کار همتا ندارم بازیکنان دسته خوجند و من از بعضی ضربه های همین کنجی یک گل جهانگیر ارگشف هم در حالت قاعده وری کنی به نظر گرفته شد، اگر نه اشتباه باز بیشتر بود. حالا باز بختیار چوریف، باز یک ضربه دیگر و خطرناک و اینجا آفساید اعلام میکنند برای فردوس چخالوف. محافظتگری گلزنی دسته خوجند این فردوس چخالوف است که از دسته کلوب مرکزی ورزش ارچی پامیر به این دسته آمده است و بازی‌های زیادی رو هم دایر کرده است. فکر میکنم که کمی هم باشد طبع مخلصان دسته کوکتوش خسته شد و دیگر صدای آنها رو ما نمیشنویم، صدایشون کم است. حالا یک هجوم دیگر، توپ رو از دست میدهند و محافظتگران اینجا پیشتاز هستند. محض خورشید بکنظروف که این توپ رو زده از میدان بیرون کرد. چی باید کرد برای دیواز کردن بازی؟ باید فوتبالبازان دسته کوکتوش باز تغییرات به وجود آورند، تغییراتی که به وجود آوردن حالا نتیجه آور نیستند. یعنی در بازی تغییرات وارد نشد، هرچند در هیئت تغییرات وارد شد. یک پرتاب دیگر از بیرونی میدان. صادقوف، ضربه صادقوف بسیار هم خوب. اینجا عبدالرسول نه، اینجا حسن رستم فوتبال از میدان بیرون میکند و یک وشوی دیگر محض محمد شریف از میدان بیرون میشود. محمد شریف را از میدان گرفتند و به جای او تحت رقم 5 اسدجان منصورов می‌دراید. اسدجان منصورов هم لگندری ازبکستانی دسته کوکتوش است. اسدجان منصورов تا این دم حالا با کارنامه‌اش نظر خواهیم کرد چی کارنامه‌ای دارد اسدجان در بازی‌های دسته کوکتوش. خوب، اسدجان منصورов در دو بازی از اول بازی کرده است، یک کارت زرد دارد اما گل نزده است. بازیگری خط میانه ولی حالا حمله‌گر رو عوض کرد، یعنی در خط پیش طوری می‌بینیم دو نفر این بازیگرانی که هم رقم 9 و هم رقم 11 به میدان آمدن اکنون در خط پیش بازی میکنند. یعنی منصورов این خط میانه رو کمی پر قوت میکند و ما شاید همین عیب خط میانه باشد که در قسم اول هنرنمایی دسته کوکتوش بهتر بود نسبت به قسم دوم، اما اینجا دیگر حالت‌ها یک مرتبه بود، ضربه‌ای که با ستونی دروازه برخورد، دیگر خوجند خفناک بازی میکنند. حالا باز تویروف از دور بتواند گل زند، همین کار رو هم کرد و توپ از میدان بیرون میرود. گل 100% دسته خوجند رو محض همین بازیگری که عضو دسته منتخب تاجیکستان است به ثمر رسانیده نمیتواند.
فرهاد طاهرов. اگر نه برای فرهاد هم این حالتی خوب بود. اگر امروز اگر فرهاد گل میزد اون وقت این شرکتش کم است، دویم بازیش است، یک گل زده است ولی میتوانست مؤلفی دو گل شد، یعنی در دو شرکتش در دو بازی یک گلی میزد، اما این تو کارو نکرد. خب مخلصان کم کم چیزی که نباشد دستشون رو مخلصی میکنند، ولی خوب بیاید درباره حالا محمد علی صادقov بسیار حالتی خوری بود اینجا، رحمانov تو به اون نرسید. با کارنامه این داور این وخوری هم یک نظر داشته باشیم. نیکلس اوماروف بازی اولی با این دستای خوجند و کلوب مرکزی ورزشی ارتش رو که در دوشنبه برگزار شد، یعنی کلوب مرکزی ورزشی ارتش پامیر خوجند با حساب 3-3 به انجام رسید. محض همین داور حکمی کرد و با دروازه دسته خوجند یک پنالتی هم تعیین کرده است، اما شادیبه غفار اون رو به عمل نآورده است. بازی دیگر رو استقلال با کوکتاش رو او هم حکمی کرده است. 2-0 استقلال کوکتاش رو مغلوب نموده است. از نگاه نشان دهنده ها حالا این ضربه زده میشد. نیکلاس اوماروف در دو بازی پیشینه که خب دروازه‌بان اینجا هست، در دو بازی که حکمی کرده است 9 کارت زرد نشان داده است، یک پنالتی که به گل جنبش شده است. این روز باشد شماره کارت‌های زردش 2 تا هست، یعنی با 11 برابر شد. در بازی‌هایی که او حکمی کرده است 8 گل وارد دروازه گردیده است. این نشان دهنده نیکلاس در بازی‌های لیگ اولی چمپیونات تاجیکستان. در بازی لیگ یکم هم داوران حکمی میکنند، اما ما حالا توجه نکردیم که با آمار اون دسته‌های لیگ یکم که این داوران چی رقم یا که آمار دارند. و فکر میکنم که دروازه‌بان دسته کوکتاش، دروازه‌بانی که امروز محض به میدان آمد، برتری نسبت به خالق که در بازی‌های دیگر بود ندارد. حالا باز هجوم فوتبال‌بازان مهمانان با پیش می آیند و اینجا با زدن ضربه کنجی نویل میگردند و این شماره ضربه کنجی از دسته خوجند آنقدر زیاد نیست، ولی برتری در این نشان داد از جانب فوتبال‌بازان دسته کوکتاش است که 7 ضربه کنجی زدن در مقابل سومین ضربه کنجی که اولو خوجند به اجرا میرسوند. ضربه زده میشود، کسی اینجا نیست. این حکمت الله رسولوف بود که خطا زد. حالا فوتبال‌بازان دسته کوکتاش چی باید کرد؟ خب با که نیست، دسته استقلال بهترین است، به غلبه نوعی شد. خوجند هم یکی از بهترین هاست. رو افتادن نباید شد. حالا باز دو مرحله دیگر در پیش است. البته در سفر با خوجند بازی کردن شاید برای اونها دشوار باشد، اما فکر میکنم که دسته‌هایی هستند که در خارج از میدانشون خوبتر بازی میکنند، اما کوکتاش حالا این اولین بازیش در میدان خودش است. رسما در این میدان طوری من با شما گفتم باری اول بازی میکند. خب ضربه را حالا عبدالصمد حاجیبایف اجرا میکند با حسن رستمov. پرینس مجبور است که توپ را به بیرون میدان زند، چون که امید پرسینگ دسته خوجند این لحظات دوستان گرامی هیست که بگردند. همه بازیگران در نظرشون یک بازیگری دسته خوجند هست در نیمه میدانی دسته کوکتاش هستند، اما آنها با برتری صاحب هستند. ایدان اوکران با پیش، محمد علی صادقov با پیش می رود، تو به او نمی رسد. باز توپ را بر می گردونند.
هجومی دسته از کنار چپ نظروف شاهنظر نظروف بسیار دو نفر بودن اما یگان نفری آنها به توپ نرسیدند. بازی دوستان گرامی ادامه دارد و ما و شما در قسم دومی بازی بین دسته های کوکتوش و خوجند رو در ورزشگاه مرکزی ناحیه رودکی میبینیم. حساب 3-1 است. میمانان در صف پیش و گفتم به مورد است که در قسم اول کوکتوش خوبتر بازی کرد اما بعدا فوتبالزنی دسته کوکتوش نتوانستند که به برتری نائل شوند. خب به میدان کریموف میآید. زیر شماره 23 دلشاد جان کریموف او محض حسن رستموف رو عوض میکند. این اولین تغییرات در حیات دسته میمانان. دلشاد جان کریموف این واخوری سوم است. 3 مراتب در حیات اساسی دسته بازی کرده است و امروز به میدان در بازی چهارم به میدان میآید. او رو عوض کرده بودند حالا او عوض میکند. 227 دقیقه در میدان بود. 3 کارت زرد هم دارد. شاید برای همین در بازی های من بعد اشتراک نمیکند. حالا باز یک هجوم دیگری خوجندی ها چقلوف با حکمت الله رسولوف باز چقلوف باز حکمت الله رسولوف و این دفعه حکمت الله رسولوف نتوانست که این توپ رو به هم دسته هایش رساند. حالا هجوم فوتبالبازان دسته نمیتوانند از نیمه خود فوتبالبازان دسته کوکتوش برویند. حالا با پیش میروند و ببینید به سراسیمگی خیلی زیاد راه میدهند. این ما از زمان محیدین عادلوف لگنر ازبکستانی دسته کوکتوش بود. حالا بازیگرانی که فکر میکنم با دسته وارد شدند در حیات دسته کوکتوش نتوانستند که با هجومی دسته کمک رسونند. طرح بازی دسته کوکتوش رو عوض نکردند. حالا یک ضربه از مسافه دور قریب با گل انجام یافته بود. این نوبت هم سیراج‌الدین گلمرادوف رو دیدیم که ضربه زد. سیراج‌الدین گلمرادوف در یک مورد همین گونه امکاناتی توپ زدن داشت. بازیگر جوان 22 دکبر سال 1998 تولد شده است. او آینده‌اش تو به حال در مرکزی میدان دسته ها امکان نمی‌یابند. حالا اینجا اوکراین زود به پیش میرن. این باز همون بازیگری که نف در بورش چند سخن گفتیم بسیار خوب بازی میکند. اینجا رحمانوف توپ رو برمیگرداند با اسدجان منصوروف. اسدجان منصوروف هنوز با توپ خالی است. اینجا باز همون سیراج‌الدین گلمرادوف با توپ میرسد. توپ رو در اختیارش نگاه میدارد. رسولوف رو خوب فیله میدهد. رحمانوف باز یک مرتبه دیگر ولی این نوبت دیدید چگونه این بازیگری که گل زده توانست خوشایند نظروف تو راست به سوی اون نشستگاهی که ما نشستیم رما میسازد. اسدجان توپ رو از دست داد و امکاناتی عکس الهجوم هست برای فوتبالبازان دسته خوجند. او بیاد کریم با سرعت بلند از کنار چپ میرود توپ رو ولی کمی خطا پرتافت. اینجا مؤلف گل اولین در بازی امروزه محض بختیار چوریف و توپ از میدان بیرون شد. بسیار هم توکل میکنن بازیگران دسته کوکتوش. قریب توپ رو از دست داده بودند. حالا باز ببینید اینجا با توپ هنوز باقی میمونند بازیکن دسته کوکتوش. اینجا رحمانوف سراسیمه شد. اسدجان حالا با این توپ نرسید.
خب اجران این وخوری علاکه گفتن ممکن است که بعد اون که فوتبالزنی دسته خوجند در این بازی ظفر می‌یابند، زیرا تا انجام وخوری 5 دقیقه دیگر باقی مونده است و باز یک عوض‌شوی دیگر و اگبل جونز به میدان می‌آید. بازیگری دیگری دسته گویم خوجند این لگنرو از درجه دسته خوجند لگنرو خیلی کم هستند. یکی از اونها همین اگبل جون است که اولو فرهاد طاهرов رو عوض میکند. فرهاد طاهرов دومین بازیش است و اولو از میدان میرود. اگبل جونز باشد دوستان گرامی در بازی پیشینه خوجند بازی کرده در 5 بازی و 4 مرتبه او رو از میدان برآوردند، یعنی عوض شده است. یک کارت زرد دارد. ولی هجوم باز فوتبالزنی دسته خوجند قاعده بازی ویران شد در مقابل حکمت الله رسولوف. چون دسته خوجند با اون خاطر دوستان گرامی بهترین است، زیرا که این دسته در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا امسال بازی کرد ولی یک صد روی دسته ترکمنستانی احل رو گرفته نتوانست و بعدا در سوپر جام تاجیکستان هم با حساب 2-0 در صفحه پیش بود با استقلال، ولی در نتیجه با حساب 3-2 مغلوب شد. خوجند امکان داشت که صاحب سوپر جام شود. حالا باز بختیار چوریف بازیگری نامساعد برای دسته کوکتاش. باز چوریف ضربه کنجی میزند و این چهارمین ضربه کنجی که فوتبالزنی دسته خوجند به اجرا میرسونند. خطرناک است همه استانداردهایی که فوتبالزنی دسته خوجند به اجرا میرسونند، یعنی بازیگذاری آنها در مورد ضربه ها و اجرایش ضربه ها نسبت به دسته کوکتاش خیلی افضلیت دارد. حالا اگبل جونز با دروازه‌بان خبر رسانده شده است. ضربه زده می شود. رحمانوف این توپ رو برگردونید. حالا باز با پیش محیدین عادیلوف نادید توپ رو محمد صادقov به قفا می‌پرتید، اما جهانگیر به توپ میرسد و توپ از میدان بیرون میشد و فوتبالزنی دسته خوجند باز به پیش میروند. چند لحظه دیگر تا انجام این وخوری مخلصان آهسته آهسته میدان رو ترک میکنند. حالا توپ رو باز برمیگردونند محافظتگران. خب در نیمه ببینید توپ هرچند در نزد پای فوتبالزنی دسته خوجند است، اما آنها نیمه میدان خود را خالی گذاشتند، یعنی پرسینگ را خوب استفاده میبرند. حالا با توپ آنها هم هستند. توپ را به پیش به جهانگیر، توپ از جهانگیر به بیرون میدان میرود و ضربه آزاد تعیین میکند. دوبار یک دقیقه دیگر و نمانجان یوسفوف حالا باز یک بازیگر دیگر رو به میدان خواهد آورد. اینجا فرقجان حسنبایف برای به میدان آمدن تیار می شود. محمد علی صادقov، شاهنظر نظروف با اوکراین خوب بازی میکند. عادل جان بسیار خوب، ولی توپ رو ماهرانه اینجا گرفتند و توپ از میدان بیرون رفت از پای محض صادقov. خوب بود برای بازیگری ازبکستانی دسته کوکتاش، ولی آنها به سراسیمگی راه دادند. حالا خواهیم دید که داور با بازی امروزه چند دقیقه دیگر اضافه میکند، یعنی رها از این باخت نیست برای کوکتاش، چون نیاید وقتی کم است. ما بارها گفتیم که چمپیونی تاجیکستان چمپیونی انگلیا نیست که در 5 دقیقه وقت اضافه شده گل های زیاد زنند، یعنی قوت نمیرسد، مهارت نمیرسد. 4 دقیقه، خب 4 دقیقه این بسیار است برای فوتبال.
4 دقیقه میتواند اگر اگر گفتم اگر کوکتاش این بازی رو مساوی کند پس ما خطا میکنیم. حالا هجوم و محمد صادق گفت به اون نرسید و کریموف زود توپ رو به بیرون میزند. جهانگیر ارگاشف، من فکر میکنم بازیکن بهترین این بخوری امروز جهانگیر ارگاشف خواهد بود. بعدا به یک چیز دیگر هم اعتبار دادم در همه بازی‌هایی که دسته خوجند گذرانیده است. در بازی با کلوب مرکزی ورزشی پامیر خوجند جهانگیر ارگاشف بازیگری بهترین بود. حالا بازیگری حکمتالله رسولوف از میدان میرود. حکمتالله رسولوف از میدان میرود و فرقت جان حسنبایف به میدان میدروید. فرقت جان حسنبایف در کارنامه‌اش 4 مرتبه با بازی می‌دارد، یعنی 5 مرتبه با بازی می‌دارد، 1 مرتبه از بازی او رو گرفتند. یعنی در همه بازی‌ها او به حیث بازیگری عوض کننده به میدان آمده است. 166 دقیقه در میدان بازی کرده است. 1 کارت زرد هم دارد و نشونده‌اش می‌بینیم اونقدر، یعنی بازیگری است که چند لحظه میتواند در میدان هنرنمایی کند. حالا خطاگی از جانب فوتبالبازان دسته کوکتاش اکبلی جونز بود. حالا باز امکانیت برای جهانگیر و این ضربه کنجی می شود. از نگاه ضربه کنجی خوجند با کوکتاش خیلی نزدیک شد، 5 در مقابل 7. چون دوستان گرامی با شما گفتم استقلال دوشنبه امروز با برچی بازی دارد. در صورت غلبه کردن استقلال او در جای دوم باقی میموند، زیرا که خوجند با همین نشان داد در جای اول است، 13 امتیاز دارد و 16 امتیاز میکند. و حالا ضربه کنجی زده می شود، توپ رو برمیگردونند. زود هجوم برقاسو اینجا با صورت بلند با پیش می رود. ما از همین بازیگر لگنر ازبکستانی دسته کوکتاش چیکار میکند؟ 2 نفر رو میگذارد اما دیگر قابلیتش نمیرسد. محیدین عادلوف، حالا باز محیدین، باز یک ضربه دیگر بسیار خطرناک این ضربهش بود. ولی چی است اینجا؟ برخوردی 2 نفر بازیگران در نزد دروازه دسته کوکتاش. داور آنجا حرکت میکرد که به این بازیگران کمک رسانیده شود و سومین وقتی اضافه شده هم پس سر می شود. و نواسته با اون که دوستان گرامی امروز ما یک بازی رو تماشا کردیم، نواسته با اون که نتیجه صاحبان میدان در میدانشون با مغلوبیت دچار شدند، اما ما بازی خیلی جالب رو دیدیم. خوجند نشون داد که دسته بهترین است، دسته خوب است و امروز این سال مبارزش پرقوت‌تر خواهد شد، چون که اینجا ما میبینم که اون نفران در گرد خوجند جمع اومدن که محض با فوتبال مشغول بودند. اینجا مراد جان رو من دیدم، اینجا از نزد ما بیرون رفتند، سابق در دسته استقلال کار کردن، تجربه کافی دارند. یعنی بر روحیه بازیگران تاثیر رساندنشون ممکن است. شاید همین گفته‌های من جان داشته باشند، ولی من فکر می‌کنم که امروز دسته خوجند آماده هست، روحاً آماده است که برای عنوان چمپیونی مبارزه برد. خب این رو ما باید خواهیم دید و حالا داور چی میگوید؟ باید ضربه زده شود. ماتروسوف، الکسی ماتروسوف حالا توپ رو ضربه رو با پیش میزند و باز جهانگیر از 2 نفر گذشته نمیشد، او رو نگاه میدارند. یک ضربه دیگر. فکر میکنم که امروز داور این وخوری هم خوب حکمی کرد، نیکلوس اوماروف، هرچند یک 2 نزاعی بود که کارت زرد نشان داد، اما من فکر میکنم که بازی که او حکمی کرد بسیار بازی دشوار بود، ولی از اجرای وظیفه‌اش برآمد. گفتم ناقصی‌ها در همه داوری حکمان چمپیونات تاجیکستان به مشاهده میرسند، اما نواسته به این خوب است. بار دیگر ضربه میزند این بازیگری فوق‌العاده خوجند بختیار چوریف، آنه که رگر تدز رو همیشه با پیش میکشید. ضربه هاش خطرناک است.
دو گلی به بار آورده او، یکی از ضربه جریموی و دیگری با پرتوفتی او. و نهایت دوستان گرامی در همینجا داور نشون میدهد که وقتی این بازی به انجام رسید نتیجه 3-1 به نفع مهمان این واخری خوجند. ما همه مخلصان دسته خوجند رو با این پیروزی تبریک میگیم. مخلصان فوتبال تاجیکستان رو یک بازی خوب رو ما تماشا کردیم و پیگیری میکنیم دیگر بازی‌های چمپیونات تاجیکستان رو. دیگر بازی‌ها هستند، حالا مرحله اول به انجام میرسد، بعدا مرحله دوم و سوم هستند. باز فوتبال بازان امکان دارند که با اون چیزی که دستیاب نشدند از نو سزاوار گردند. با نشان دادن گل ها بیاید حالا گل ها رو یک بار دیگر به شما معرفی بکنیم. گل اول بختیار چوریف دقیقه 6، گل جوابی از جانب فوتبال دسته کوکتاش زده شد. شاهنظر نظرов دقیقه 28، سپس در جهانگیر ارگاشف دقیقه 32 2-1 و نهایت در قسمت دوم خورشید بکنظرов یک پرتوی اولی باز هم بختیار چریف و گل سوم وارد دروازه گردید. در همینجا گزارش شما رو به انجام رسیم دوستان گرامی. اینجا فیروز بختیبکوف با گروه همکارانم، من شوری علویدین بوریف با شما خداحافظی میکنم. خیر تا بازدید تا گزارش های نوبتی ما در شبکه‌های تلویزیونی فوتبال و ورزش.